همین ترا ترس نجات میده. اداش هم کار میه. نمیه. میه یا نمیه؟ نمیه. خدا نقل داده است نه؟ مدامی که بدونی که اداش هیچی نمیه. بچه بده گردن میگردونی. چند سال شده گردن نیستی؟ آزادی چرک کاست خیلی هم مدام چرک نمیکنه این قاعد چیده است این بانچابی میگه 10 سال شده بنده خودی این بند یو خدای خدام داشتن آدم بسیاری بعد پوشش کو بعد چی میشه آدم یکم واقعا استروکا در کار میکنه کنه خیلی هم در هر جای کار کنه کی تارق مگه الله نیا تو باشه اخی الله میگه و ما يتوکل على الله فهو حسبه هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده اینجا مثلا جا لزوب گفتن این میشه سر یا لزوب گفتن توشکی با توشکی پیروت کنه بگو الله نیابان تو باشه مثلا بسیاری انسان هستن که تکیه به همین چیز میکنن مدام که الله میگه و ما يتوکل على الله فهو حسبه هر انسانی که تکیه به الله میکنه برای بسنده انسان که تکیه به این بکنه اعوذ بالله الله را فراموش میکنه الله را که فراموش کردی همه حال و کار و برد بیزیب میشه با اون خاطر هر چیزی که از جانب الله ای خونه که فرو مادی بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوه الا بالله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه دعاها را بخونیم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که تمام بگید گردن کشول که بگرد تکه بای بکن پیغمبر خدا میگه ما بعد سرم چی میمونم گفته خدا و گفته رسول خدا را سو اگر ادس یگان چی میمودم این حضرت کلیونکاش نمیپیچوندی و سکوچ نمیکردی با خروغانش بجگن کی او نقبه الله نیابان تو باشه الله ما رو خلق کرده است الله ما رو محافظه میکنه اگر که ما به گفته خدا کنیم الله چی میگه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نه آفریدم جن ها و انسان ها رو به خاطر که من عبادت بکنن اگر که ما الله را عبادت کنیم تکیه به الله بکنیم الله هم رزق روزی ما زیاد میکنه هم جن شیطان نزدیک شده نمیتونن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه من صلى صلاه الصبح هو في ذمه الله هر انسانی که نماز بانو در خود از ذمه خدا اند نگفت از که هر انسانی که سحری خیز دوباره قدا کردنش کشول کرده خیز برفت چیکار میکنه اصول میشه بعضی هم تمرا را هوی میکنیم در همون ایستگی که ای انسان حتی نیستگی نیست ای سگ نیستگی که تو تکیه به همین میکنی و تکیه به الله نمیکنی یعنی همون انسان بعضی ملها را مجبور میکنن که بنویسه گون چی بعد او چیکار میکنه نه آیت قرآن میزنه چه مینویسه که سگ تو باید تکیه میکنی به الله تکیه نمیکنی الله تو خلق کرده است مثلا که ما را باشیم تکیه به الله بکنیم این اینجا مثلا گون چی نویسه استاد دعای ردیف فاطمه روایت است که از حضرت محمد اسماعیل را دیوان جادو گرداند کار با پای رسد که چیم داری حضرت نمیتونه نسیگه چی بلا اصلا دیجه اگون نه آیت قرآن نسیگه نگفته رسول خدا صلی الله علیه وسلم هر چیزی که باشه همون چیز ما باید ازیاد کنیم و گفته خدا رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک تو نزدیگه از تاریخ تا نزدیگه استوری تا نزدیگه بچم بعد از سیروس بخه بعد از شب نخه توالی رفتی بسم الله بگو اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث الله نیابان تو باشه مثلا تکیه به چیزا نکنیم نویسگیش هم مثال واضح هم نیست فنیت هم نیست یعنی نه حرکت میگه چیزی بنویسن تو اینکه مثلا همون انسان نفهمه چیزا همون انسانی که تمار مینویسه هر کسی که باشه تمار که مینویسه باید ننویسه که مشکل همون نیست پیش اونی که تمار طلب میکنن همون انسان تمار نویسنده بگه که ای برادری عزیز ای دست ما هیچ نمیه اینا $400 $500 نفروشن نه بانکی چه برادری عزیز ای دست هیچ نمیه الله رستینده اگر هر انسانی که ایره فروشه و با ای پل کار کنه ای پل هم خسارت دنیا و آخرت ضرری هم دنیاش هم آخرت
او پلا یک جا میزنه میبره که یگان چی منفعت نداره. اما خاطر هر انسانی که از تکیه به این میکنه نعوذ بالله خسارت دنیا و آخرت میشه. تکیه به الله بکنین. الله ما رو خلق کرده است. جن شیاطین یک ضعیف هستند. اگر که ما بسم الله بگیم اون نابود میشوند. اگر ما نماز بامداد را بخونیم گرد اطرافم پری ملائکه میشوند. بعد هر یک نماز بگیم که سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفس زینت عرش و مدد کلماته. و الله جن شیاطین تا گرد اطراف میان یان کار کردن نمیتونن. برای چی؟ تو تکیه به الله کردگی. تو نماز بامداد دیگر یان کسی یگان ضرر رسوندن نمیتونه. هر کسی که نماز بامداد را که ترک کرد، نماز بامداد را قضا کرد، هر مشکلی که بالای سرش میآید خودش ببینه که نماز بامداد را ترک کردگی. هر کاری که ما میکنیم با بسم الله شروع کنیم. همش به نام الله که شروع کردیم، همه کارمون موفقیت ان شاء الله که میبینیم. هر اون چیزی که ما سرکشی کنیم از گفته خدا و رسول خدا، بعد به همه بعد سرمون در میگیره و بعد اوی کارمون برار نمیشه و دیگه همش ای ضعیفی ایمانه. انسان چقدر که ایمان با قوت کنه، چقدر که اسپرسمنوس پرزال میرن دست پنجه را به قوت میکنن. الله چی میگه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم و الى اجسامكم ولكن الله ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و فرموده است که الله شما را در جسم هایتون نگاه نمیکنه، در شکل شمایلتون نگاه نمیکنه، نگاه نمیکنه شما چه خیلی مشکل دارین، بلکه الله سبحانه و تعالی دلهای ما و شما را نگاه میکنه و عملهای ما و شما را. بلال غلام بود، سیاه بود، دیگه بهترین انسان شد. ما الحمدلله یعنی ما فخر نکنیم به شکل شمایلمون، ما فقط تکیه به الله بکنیم، فخر کنیم که الحمدلله مسلمان هستیم، تکیه به الله بکنیم، به گفته خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمل کنیم. الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات میده. رزق روزی اگر که ما دل پاک بکنیم از کبر و غرور و کینه و حسد دیگه الله ما را هم خوشبختی دنیا هم آخرت برامون نصیب میکنه. خوشبختی نه در پل ملک مال نیست. خوشبختی در بالای جای نماز برآمدن با الله سبحانه و تعالی راز نیاز گفتنه. گفته خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم فهمیدنه. اینه یعنی قصد ما در دنیا زندگی کردن همه یکی گفته خدا رسول خدا صلی الله علیه و سلم قطع عمل کنیم. بدونیم که در نماز چی خوانده ایم. بدونیم که کی را عبادت کیسیم. دنیا انچه کی است. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه الدنیا ملعون و ملعونه و ما فیها. دنیا لعنت کرده شده است و هر آنچه که در دنیا است لعنت است. انا الحمدلله الله کم بیماری میته. الله بعضی بنداش انتخاب میکنه، اختیار میکنه و بعضی بیماری‌ها تو اینکه الله گناهاش رو ببخشه و در آخرت دور عذاب نده. بعضی انسان‌ها را الله امتحان میکنه، بعضی انسان‌ها را الله بالاشون غضبش میاره. آیا سبب اونه که الله را فراموش کرد. الله در قرآن میگه نسوا الله فنسیهم. هر انسانی که الله را فراموش کرد الله او را فراموش میکنه. ما خاطر حرکت کنیم از جمله شخصیت‌هایی نباشیم که الله را فراموش کرده باشیم. باشیم شخصیت‌هایی که فقط جستجو رضایت الله باشه در دلهامون، کبر و غرور و حسد همین چیزا از دلهامون دور باشه، تا اینکه الله چقدر که در قرآن میفرماید که انما المؤمنون اخوه، بدرسی که همه مؤمن‌ها برادر هستند. هر آن چیزی که برای خودمون دوست می‌داریم برای برادر مسلمانمون دوست بداریم. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه. هر آن چیزی که برای خود دوست می‌داری برای برادر مسلمانان باید دوست بداری. مثلا وقتی که خودت کارو برد خوب چه الحمدلله برادر عزیز و کار دپارتو این کارو بقب این کار خوبتر و بهتره، یکی در راه بد نره که فردا مرگ است. مرگ غفلت از میسته. یکی از نشونه‌های قیامت میگه که مرگ غفلت، که انسان ناگهان یکمی دعواری ازد مرد، یکمی کسل شد سرازم مرد. یعنی پیش بیماری میکشدن، بیمارو یه هفته ده هفته حاضی ناگهان مرگ میگیرد میبرد. اول تیوری نیده. بعضی انسان ها بودن که رمضان انتظار بودن برفتن، بعضی رمضان استفاده نبردن که رمضان ماه بخشش گناهانه، ماه طاعت عبادت الله. با مخاطر حرکت کنیم فقط به الله. الله میگه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. میگه من به شما از رگ گردن قریب هستم. و اذا سالك عبادی عنی فانی قریب. رگ گردن نمیای امید میگه من قریب هستم. هر وقت که میگه بندگان من از من سوال کنن بپرسن هر مشکلی دارن ما مشکلش حل میکنیم. فقط صدقاً از الله سبحانه و تعالی طلب کردنه. با مخاطر حرکت کنیم از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. وقتی کلمت کم که بیماری حال انسانای بود که اشما پسترن، کلمت کم مغل انسانای بود که اشما با کم مغلتر هستن.
فقط شکرانه کردن در کار. الله میگه لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. شکرانه نعمت های میکنیم از زیادش میکنم، اگر کفرانی نعمت میکنیم اگر عذاب بالاتون میارم. یعنی عذاب چه خیلی میاره، یک بیماری دچار میگه، فرزند بیمار میکنه دیگه و دیگه الله امتحان میکنه و مراقبه میکنه شما رو کچ کام میکنین. آیا شکرگزار هستین یا کی کفرانی نعمت میکنین، پیش جادوگران میرین، پیش فال بینا و پیش دیگه و دیگهش. هم خاطر مشکل کنیم پیشی فقط الله راز نیاز کنیم، از الله سبحانه و تعالی طلب کنیم. خدا نحل کردیم و شما رو انجام باشد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.